بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت. بیننده‌های عزیز و ارجمند، درود به یکایک شما. شاعر میگوید که وطن به نام تو شود قربان جانی که من دارم. از این خوشتر نمیخواهم. وطن دارم، وطن دارم. توی صبح امیدی من، توی بخت سپیدی من، همیشه در لبم نامت چو مرغانی چمن دارم. وطن دارم، وطن دارم. وطنداران سربلند، عزیزان ارجمند، برنامه آفتاب محبت تقدیم شما. بیایید اول یک سوژه همراه تماشا میکنیم بابت وطنداری، بابت آبادکاری. بعد صحبتمان را با مهمانان عزیز و ارجمند برنامه آفتاب محبت حسنی آغاز میبخشیم. ما را همراه باشید. بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت سی یکسان بهره یابی ای محبت نشاط و استرابی ای محبت نشاط و استرابی ای محبت. البته برابر فرا رسیدن فصل بهار، مردم تاجیک از قدیم الایام برای آبادانی خاندان، برای آبادی محله، جامعه سهم ارزشمند میگذاشتند. خوشبختانه این عنعنه ها امروز پابرجا است و ادامه دارد. ما نظر میکنیم به تاجیکستان، به پایتخت جمهوری تاجیکستان دوشنبه شهری ما که امروز در حقیقت زیبا است و دل میرباید ما را. و خوجند شهری باستانی نیز رشد و نمو میکند. این لحظه ما همراه دیدیم، تماشا کردیم که در خوجند شهری باستانی چقدر درختان سایه افکن، درختان زیبا که تمام دنیا عاشق آن است، مگنولیا، امروز شنانده شده است که خوجند ما را باز هم زیباتر میکند، دل را باتر میکند. من میخواستم که سرآغاز ما بابت همین آبادانی خاندان حرف زده باشیم. از قدیم الایام مادران روزگاری ما در خانه ها را تمیز میکردند. برابر فرا رسیدن بهار همه جا را پاک میکردند، تمیز میکردند. مردان ما باشند رسالت مردی خود را اجرا میکردند، یعنی که به کشت و کار، به آماده کردن درختان میوه دهنده آنها سر و کار میگرفتند، یعنی که همه جا را سبزکاری میکردند، گلکاری میکردند. میخواستم که سرآغاز بابت همین چند اندیشه شما را فهمیده باشیم. برآمد معلم. السلام علیکم. پیش از همه امی شما و تماشابینان به چخیل که معلم گفته گذاشتن، در حقیقت از ما از بیبی بابا هم مونده است که وقتی که بهار می آید، عید نوروز می شود، البته همه جای تازه آزاده نگاه داشتن ما دکار. پیش از همه از حولی
از خاندان خدا ما بله. کرپچه کرپا بولشت همه افتاب میکنیم تازه میکنیم مردها پوبیل میکنن اگر توی درختای سفید میکنن خانه و همین گلهای هر خیلی میشنونن مردها وظیفه خودشون میکنن زنها باشد تازگی آزادگی وظیفه خودشون میتین اهمیت میتین از همین عائله‌ای که ما تازه آزاد نگاه میداریم برابر این محله خود شهر خود رو برای آباد نمودن سهم گذاشتن و مدکر جویبارهای تازه نمودین درختای سفید کردن یعنی محله هر یک در کوچه ها همین خیلی باید شود ما نمونه باشیم و حرکت کنیم که برای آبادانی تاجیکستان برای آبادانی خوجندی باستانی خودمو سهم گذار باشیم من حاضر میبینیم سال از سال خوجندی باستانی ما گل گل شکفته ایستاده است تازه آزاده همین ما تلقین نماییم جوانها که همین تازگی آزادگی هم اویله هم کوچه هم خوجندی باستانی پاس داشتن به هر یک گلای کشنانده می شود بوته های کشنانده می شود ما حس کنیم ما پرورش کنیم نگذاریم که یگان شاخیمون یگان فرزندان ما شکند یا بیجا نماید بنابر همین من امید دارم که در حقیقت جوانای ما بسیار با مدنیت با معرفت با وایر استیستادند و سهم خودشون برای آبادانی تاجیکستان خدا ما میگذارند. بله معلمی عزیز سیاحان می آیند از گوشه و کناری دولت‌های خارجی جهانگردان می آیند و می بینند خوجند شهری باستانی ما را دیدن می کنند ذوق هم می برند ما خود شاهدی آن گشتیم بارها که آنها عکس برداری می کنند با ذوق تماشا می کنند خود را در آغوش گلها می گیرند و جوانان ما باید که همین زیبایی ها را دیده توانند احساس کرده توانند زیرا که هر یک این کاری که امروز می شود به مشکلی به دست نمی آید زحمتی گران را طلب می کند و جوانان به قدری این همه سازندگی و آبادکاری ها رسیده باشند نظری شما وقتی که پگاه می خیزید به کوچه می برید همه جا تازه آزاده خوشرو و بعضی ما اگر مجلس گذارانی مشورت گذارانی پدر و مادر رو کدی میگوییم فرزنده و ما همین رو تلقیم میکنیم که وقتی که کوچه افلاس وای میشد مادر و بیبی های ما پگاه خسته همون جاهای میره و ما همون قدر کنیم و وقتی که هستند بعضی میشد بچه هایی که یکون چه میخورند کاغذش میپتویند ما باید بی‌طرف نباشیم ما حرکت میکنیم پیش از همه جوانان رو به همین آزادی تازگی تلقین تیم و وقتی که آنها میبینن که همه جا تازه آزاده ما که رئیسای محله که هستیم رئیسای کوچه ها داریم همها که همراه کار میکنن ما بسیار تلقین میکنیم که جوانا که کار کنتون رئیسای کوچه میگیم جوانا همین قدری همین تازگی آزادگی قدری همین کارهایی که شما انجام میکنید چقدر که گفتید با آسانی به دست نمی آید روی به جوانان آورده میگویم که همین کارهایی که پدر و مادرتان اجرا میکنن تازه میکنن هم به تکیه کرده از همها عبرت گیرن بله سلامت باشید وقتی که بعد زمستان هوا گرم شد ما هم محله اقدام گرفته با همراهی رئیسان کوچه ها پشت هیکل سامانی رو تازه کردیم از این اقدام ما رهگذرها الهام گرفتن همشون آمده ما و همراه شدن بچه ها را اردستان و هلنگی وحای گرفتن اولادهای مهنت گرفتن ما و همراهی کردن صاحب کارا باشم 4 قطی قدی راه میموندگی پرتو گرفته آمده گیدی هیکل به
шинонидан. این عملی که شما اجرا کردید برای جوانان البته سبق می شود. آنها می بینند با چشم سرشان و فکر هم میکنن که من مادری من تازه کردن، بیبی من تازه کردن. ما باید همین کارهایی که ناشایسته است برای زندگی ما نکنیم. آنها به قلبشان جا میکنند اون مهنتی که امروز پدران و بابایان میکنند. و شما که رئیس محله هستید البته با خیلی ها گذرانده میشد بابتی هم پایداری عائله و هم آبادکاری. نصیحت های شما به جوانان و خوانندگانی که امروز در گیت و اطراف محله زندگی میکنند. فرزندان خودمون تربیت نکنیم که تربیت میکنند فرزندای ما. فرزند ما، شهر ما، شهر ما باید دوست داریم. شهر ما من روز از روز زیباش ایستاده است که این هر یک شخص الهامش بیدار میکند هر یک شخص. انا هم برای جوانان البته ما هر باری تاکید میکنیم که شهر خودمون رو تازه و آزاده نگاه داریم. من شما خیلی که گفتید هر روز سیاحان هستند. من محله ما که یکی از محله های مرکزی می باشد، مهمون خانه ها هستند. من سیاحان در آنجا جمع میشن. هر روز میبینیم که با وستی من بهایی هم میبینم، رسای بهار با ولسیپید که دیگه میبینم سیاحان ما میبینیم دیگه هم میهمونه. انا بچه ها نشان میدیم من اینها سیاح اینها وای میکنن با روحی شرم دارونی که من اگر وهم تازه باشد سرمو بلند، اگر یگون جا یگون بای باشد اگر البته اینها ما عیب میکنن. اگر جوانان را سرجم کرده به همین کارها آنها را روان سازید و یک بار دو بار سه بار مهنت میکنند به قدر مهنت میرسیدگی میشن جوانان ما. میبینند که خودشون مهنت کردن. یک کسی اگر پرتو را پرتویان به زمین و آنها اصلاح میکردگی میشن در آینده. همینطور نه؟ وقتی که من شنبگی ها میگذرونیم البته با همراهی مادر کلانشون با همراهی مادرشون بچه ها هم می آیند. آنها این را یاد میگیرن. شما خیلی که شما گفتین مکتب 7 همین کوچی رحیم جلیل با وابسته و ها هم میبرن. همه کسا کار میکنیم. بله من یک پیشنهاد میکردم معلمه های عزیز که در پهلوی کلانسالان رئیسان محله ها خودی ساکنان شهر باید که جوانان همون عضو عائله آنها هم باشند. آنها بینند که پدر و مادرشان چقدر مهنت میکنند، چی کارها را برای آبادی وطن اجرا میکنند، چشمشان میپزد به قولی. همینطور نه؟ یاد میگیرن. ها من بلند آشانه ها باشن ماند کم بلند آشانه لیکن بهایم سرجمانه برونده با فرزندای خودشون توزیع میکنن. با دستی ما کتابی ای محبت. در عرفیت میگویند که اگر یک مرد یا یک جوان در کره سیاره اگر یک نفری نهال شناند سیاره ما سبز می شود. نهال شنانی سبزکاری این از قدیم در روزگار مردم تاجیک رایج بود و امروز قرضی هر یک پدر هر یک مردی که در خاندان سرور است برای آموزاندن به فرزندانش همین است که آنها کارهای پدر را به پیش برند. اندیشه شما هر روزینه کاری بیکردگی رئیسان محله از پگاه همین آزادی محله ما می باشد. هر سحر که میخیزیم یک بار یک کوچمه و چق میزنیم که کیم برامده آب زده و کیم تازه نگاه داشته درش. یعنی که شما چشمی محله هستید. همین خیلی. وقتی که همین میبینید خودتون حواسی همین هر یک محلنگی میبیند که حواسش میبیاد که همین تکی دریم آدم آزاده. حالی گفتیم که بچه‌ای که دستشند یک قاغوز میانس میپفته شد همونجا بیاند که نمیپتاد. ما فقط همین خیلی هر یک خاندان به هر یک میشناسیم هر یک خاندانی که ما در اهل محله مونده هست ساکنان محله ما هر یک چه نام به نام قدیم میدونیم. هر یک ما گام میزنیم که فرزند اوتان ما گازن تام که همین آزادگی یاد گیرتن. بله. وقتی که آزاده می باشد همه جا آزاده و دلی همه شدگی. پیش از همه مسئولیت. همین خیلی میشه. بله. اکنون مسئله درخشنانی هم خیلی هر یک خانه ها میگویم ما درختای میشنون میخواهیم که همه وقت محله ما خانه ما دیار ما شهر ما ولایت ما آباد باشد. سربلندی باشد همه وقت. خواهان امین معلم ها هم گفتن شما معلم خودتون هم گفتید
همه آزادی باشیم خواهانی هر احتمال سلامتی همین البته سلامتی هم بهترین بشد. من میخواهم که همه وقت دیارم آباد باشه، محلم آباد باشه، خانم آباد باشد، هم فقط صحت سلامت باشیم، همه وقت آبادی باشد. البته سلامت باشید. و دستی مکتابی ای محبت. البته محله‌داری از قدیم الایام پابرجا بود. وقتی که ما خرد بودیم سحر کوچه برای مگر همه جا آب زدگی، کوچه ها آب پوشیدگی، تازه بوی زمین به مشام میرسد، گل ها شکفته، در جویبارا آب جاری می شود، چهچهی بلبلان. ما همین منظره ها را وقتی که نوروز را جشن گرفتیم باری دیگر تماشا کرده احساس کردیم که تاجیکستان ما در حقیقت یک دیاری هست که بیشتاسا چقدر زیبا، چقدر دلکش. مهمانایی که از گرد و اطراف ممالک خارجی آمدن با یک تشنگی سخن میگویند از تاجیکستان، از مهمان نوازی مردم تاجیک، از آزاده و تازه بودن اطراف آن. نظر شما؟ سیاحایی که با طیاره میآیند از محله بافنده به شهر خوجند وارد میشوند. من باید قید کنم که مدنیتی بسیار بلندی استقامت کننده محل ما، استقامت کننده شهر ما رو باید قید کنم. وقتی که بعدی سرما، بعدی فرو رسیدن، وقتی گرم، آنها همه بیرون برآمده، مردها میدانچه های نزد حولگی خود رو پابل میکنند، زنها باشد خانه هاشون رو تازه میکنند، تیریزه ها آینه هاشون رو تازه میکنند تا اینکه یک حسنی دیگر بخشد. وقتی که شهروند یا دیگر مهمانانی بیرون از وارد شهر خوجند میشوند، از اول ببینند که چه خیلی شهر ما آباد شده است، زیبا شده است و از این از درآمدی و یک برای خودشان یک فکری پیدا میشود، یک تصورات پیدا میشود و طبعشان چاق میشود و وارد شهر خوجند شده دیگر زیبایی ها رو، دیگر آبادکاری ها رو دیده آنها با یک زیاد میروند. البته این همه کارهای نجیب و سازندگی مردم تاجیک اگر ما نظر کنیم به اشعار بزرگان کلاسیکان همش جا شده است، قید کردن و وقتی که ما امروز میبینیم همون اشعار بزرگان ما گویا که ورق گردان میشد پیش نظر ما که امروز مردم سازنده تاجیک، خلق تاجیک آن را ادامه داده ایستادند و قرض هر یک پدر و مادر، هر یک ساکنی همین تاجیکستان آن است که همین یک عنعنه زیبا را به آیندگان ملت برده رساند. البته معلمه وقتی که ما در جمعیت ها با رئیسانی محله ها، با رئیسانی بناها وقتی که جماعت میگذرانیم، یکی از مسئله های مبرم روزی ما مدنیتی شهروندی میباشد. اویدی برقرار نمودن اویله ها، مدنیتی شهروندی، در آن ما اول کوشش میکنیم که در قلبی هر یک استقامت کننده حسی وطن دوستی رو، حسی تازگی، آزاده پرستی رو پیدا نماییم. و این یک زمینه می شود برای آباد شدن محل ما، شهر ما، کشور ما. همه وقت ما میگوییم که باید کشور از تگی دری هر یک حجره عائله ما آغاز می شود. ما باید اون رو وقتی که بریم میبراییم اون رو از تگی در ما تازه کنیم، نزد حول ما، کوچه ما، و باید دوام داریم که این همه این رو دیده باید حواسی و نگاه کنند و دوام دهند. بله، البته تازه کردن جویبارها از پرتو به حکم عنعنه در آمده است. مردم تاجیک نه تنها خاندان خودشان یا اینکه حولی یا کوچه خودشانه امروز به بیرون برآمدند، یعنی که کوچه هایی که ماشین گذر است تازه میکنند. این اقدام را دیده ما خیلی روح بلند میشیم. اساسی کاری رئیسان محله وقتی که صبح به کار می آییم ما باید یک بار محله ما رو دور زنیم. محله ما دور زنیم. وقتی که سحر بر وقتتر از آغاز کار می آییم محله رو دور میزنیم و اون کمبودی هایی که
امروزی دیگر شده بود یا و شده بود با اون آگاه میشویم و اون رو نگاه میکنیم که شهروندای ما استقامت کننده ما نسبتی یگان صدمه یگان وای بی کنار نیستن. وقتی که من نگاه وای میکنم در حالتهای هر هستند که میبینن که جوی آب آمده ایستاده است، یگان شیشه یگان وای مانع شده است، اون رو میگیرن و یک چیز میگیرن سمت آب رو میکشویند و این مدنیت بلندی ما رو میفهماند، استقامت کننده ما رو میفهماند و بسیاری ها آزاده تازه پرست شدن. من یک چیز رو اضافه میکنم. باری من با یک دو سه سیاح واخوردم گفتن که شهر شما چقدر زیبا، بوی خوش دارد. این البته یک افتخار است، باید که هر یک جوان هویت ملی، افتخار ملی داشته باشد. چی گفتید؟ در اول ما باید در قلب همه جا کنیم که حسی وطن دوستی، وطن ما رو دوست داریم، صدقاً دوست داریم. اون رو برای توزیع آزاده نگاه داشتن حرکت کنیم، بی‌طرف نباشیم. بله. ما اگر وطن ما رو صدقاً دوست داریم، وطن ما آباد بشود. فرزندان وطن رو با مهر آباد با کنیم. مهر آباد میکنن. ما باید این رو فراموش نکنیم. البته سلامت باشید. بیایید تصدیق همین گفته های زیبا، یک آهنگ دلجوش و دلخوشی بهاری از کمال‌الدین جان شنویم که جانهای ما یک نوازش یابد، به جانهای خسته مدار شود. مرحمت. انا همین خیلی موشکافانه ناخون میزند مردم تاجیک به زندگی، به آینده خود، تا که زندگی ما سبز باشد. جهانی سپاس به شما. معلم ارجمند، انا ما در بابت آبادانی حرف زدیم و باید که هر یک انسان رسالتی انسانگی خیش را پیش از همه به جا آورد. یعنی که کاری نیک و عملی نیک. پیش از همه باری دیگر من برای ایسان کوچه ها که آنها حصه گذاری هر یک آبادانی، هر یک آداب و اسلوبی فرزندان ما می باشند، بی‌طرف نمی باشند، منتداری بیان میکنم که بی‌طرف نیستند. وقتی بلند آشیانه و عروس میشن، من میگویم دخترکای عزیز، شما گمان نکنید که مانده در این کوچه ما نیست، ما مثال پگاه خسته جای رویم. البته همون بلند آشیانه باشد، سحر خسته از بالا تا پایین راهروی رفته تازه کردن،
این هم این میشد روحانی شما بله و حرمتی کلانسالان رو با جا آوردن. بسیاری ما عروسک‌ها و دخترک‌ها تلقین میکنیم که پیش از همه ما تاجیک‌ها با مدنیت، با معرفت، با ناموس حرمتی کلانسالان رو اجرا میکنیم میکردیم. حالا هم این از بین نرفته است. هفته نیست که شنبگی نگذارونیم و از این خدا ما خوشحال میشیم وقتی که پگاه میبروید خوجندی باستانی و همه جا تازه، جوی بارها تازه، همه جا بوی گلهای خوشبوی می آید، بوی نازبو، بله پودینه چقدر مشام را نوازش میکند. توسط حالت کاری با یک خاندان مهمان شدم. یک توبکچه ریحان شناندگی. من فکر کردم که البته در زمستان شناندن آنها. یک توبکچه پودینه، یک توبکچه دیگر شبیت. باور کنید صاحب خانه زن گفتن که ما وقتی که زمستان می شود از کوچه از بازار خریداری نمی کنیم کبودی ها را و همین توبکچه ها می کاریم و آنها سبز می شوند. و امروز من بهار شده است در روی حولی در میدانچه های نزدی حولگی یک وجبش را خالی نمانده. البته مردم تاجیک با شناندن برابری گل و گلزار و کبوتی ها نیز اهمیت میدهند. همین طور نه؟ گرچنده که ما در مابین شهر باشیم اگر حولی ها خرد باشدم گفته شما که میدانچه مثلا انی خدا ما میخوای میدانچه خردکک هست ریحان میشنونیم. همین خیلی ریحان وقتی که بگاه بگر یک چات تا آب زده مانن بوی ریحان بیریم بشین دگر همین خیلی بوی های خوشوریم بیا. در حقیقت بسیاری ها همین حرکت میکنن که یک وجبی اگر خالی باشد همونجور یکون خیلی کبودی کرده اسمون بگیرن. این برمنفعت خودشون است. ما حرکت میکنیم که جوانا و پدر و مادر و تلقین تیم که پیش از همه برای آبادی خاندانشون باشیم، تازه باشیم و برای تازگی آزادگی مملکت ما شهر ما سهم گذار باشیم. بسیاری اهالی ما که در خانه های حولی ها زندگی میکنن آنها هر یک وجب به خود زمین را ثمرناک استفاده میبرند و دو خط باشدم با گفت شما آنها سبزی کارتوشکا کبودی ها باشد آنها دوباره کشت میکنن. بله همین خلاقه هر یک وجب زمینشون ثمرناک استفاده میبرن. همین خیلی خانه ها هستن تا حتی در کوچه هاشون با شنوندگی درخت شنوندگی زمینش با یک چیز میکارن که هرچی اون هم استفاده بریم گفته که این همش برای فایده به اقتصادیات خودشون. بسیاری ها کارگر که هستن از کار میبیان بازار نمیدون مگزین نمیدون از میدانچه نزدی خودشون اگر یک دانه باشد هم استفاده کنن این یک حلاوت خاصه میبخشد چون که با دستان خودشان شناندن با دستانشان کنده به زندگیشان استفاده میکنن هم بودجه خاندانشان غنی میشود. همین طور تشکر میگویم ما باید که فرهنگ روزگارداری محله داری را با جوانان خودمان آموزانده باشیم. کمال‌الدین شما به گفته های من پدران مادران روزگار یکان علاوه کردنی هستید؟ مرمت ما همچون یک جوانی جمهوری تاجیکستانمان همیشه میخواهم که دولت عزیز ما همیشه پیشرفته باشد و ما حرکت میکنم که برای پیشرفتی تاجیکستانی عزیزمان یک حصه باشد هم گذارم و البته در ما عرف و عادت هایی هست که میراثی آمده ایستادند. یکی از آنها نهال شنانی و کبودی زارکنی و من میخواهم گفتم که در خانه نزدی حولی ما یک میدانچه داریم و یاردم میکنه شما بله البته چنانی که گفتیم این کارها همش میراثی است. البته از خردسالی هم پدر عزیزی من به شناندن نهال ها
شناندنی گلها، شناندنی کبودی ها مرا آموزنده ایستادن و یعنی که چشمش با پخته همین است. طور و من حرکت میکنم که همین میراث را دوام دهم و چنانی تشکر زیاد چنانی که استادان عزیز گفتن هر یک کشور از خانه خود از تگیدری خود سر می شود و چنانی که در همین فصل بهار به کشور ما می آید البته ما اهل عائلمون دست جمعانه همه درخت‌ها رو سفید میکنید، آفرین، قیچی میکنید، بیل میکنیم و این همه با دستگیری پدری عزیزم می باشد و ما جوانان وعده میدهیم که برای پیشرفت تاجیکستانی عزیزمون همیشه نظر راست باشیم و سهم گذاریم و پرچم دولتی عزیزمون را همیشه طرفشان برداریم. آفرین آفرین آفرین. جهانی سپاس میگویم. من بینید بیننده های عزیز، ما چقدر جوانانی صاحب ابتکار داریم، صاحب تشبث داریم که برابری آموختن علم هنر، برابری آموختن یک کسب و عمل و در خاندان هم کارهای رسالتی جوانمردی خود را به انجام میرسانند. به پدر و مادر یاور هستند. در عرفیت میگویند که اگر یار اهل باشد کار سهل میگردد. این همه از تربیه از خاندان است. سرچشمه این همه آبادی ما از خاندان است، از پدر و مادر است. کمال‌الدین خدای میرگنوف یک جوانی فعال، جوانی تشبثکار، جوانی که امروز صنعتشان را برابری به دنیا معرفی کردن، در عائله داری، در روزگارداری، در به انجام رسانیدن کارهای سازندگی سهم ارزشمند خود را میگذارند و باوری داریم که از پدر آموختن، از مادر آموختن. عائلتان آباد باشد. شما که پدران روزگار هستید، دوام گفته های کمال‌الدین را میخواستم که تقویت بخشیده باشید. خانم مونده یک کم که زمین چما های دین خودشتمو نیورچامو جیغ زمان تا بیتام یک کلام کنیم. اول نتایجش بود، sonra یاد گرفت. یک دنبه گل شناندیم. حالا گفتید که بیا و شنانیم، ترپ شنانیم گفتیم. کم کارچه ریحان شنانیم. یک کم کارچه زنبه همین شناندیم. و اتشون چاق شد، خودشون رفت داشتن روی حال. محصولی کارشون نمیبینن. دیده خودش وقتش چاق شد. اما ما میخواهیم که همه پدر و مادران فرزندان خودشون به نصیحت میکردن پدر و مادر خودش عکسه. وقتی که پدر و مادر و فرزند خودشون تربیت میکنن و سخنان بهتری میگن و ها نصیحت میکنن، علاقه کوچو برند که گپ دیگه میشه. عزت احترامی دیگر هم خیلی دیگه میشه. دیگه ما یک کسب گپ میزنیم و یک مصلحت میتیم و هم مصلحتمون میگیرد، ما خودمون خوشبخت حساب میکنیم. بله بله. البته وظیفه کلانسالان این تربیت کردن جوانان است. جوانان رو با سخن خوش. من چقدر که گفتیم امروز که محور اساسی موضوع برنامه ما آبادکاری، سبزکاری است. باید که به تینت جوانان همین واژه ها رو ما جا کرده باشیم. اگر یک وجب زمین را خالی نمانند، برای آباد کردن خاندانشان آنها سهم گیرند، آنها باوری داریم که وطن را آباد میکنند. ما باید از عائله خودمون، از فرزندای خودمون باید آغاز نماییم. آبادکاری، سبزکاری در خونمون اگر میدانچه نزد حولگی داشته باشیم، نهال شنانیم، گل شنانیم و کشت کار نموده رستنی هایی که برای روزگارمون ضرور است، ما آن رو کش نموده این پروسسی کارمون رو به فرزندانمون نشان دهیم. آنها باید آموزند، آنها باید تکرار کنند. این نتیجه میبخشد برای زمینه، میبخشد برای کاری دیگر. و وقتی که ما اگر اینها رو به راه راست تربیت کردن خواهیم، در یک عائله نه، جمعیت هم باید اشتراک نماید. مکتب، دانشکده، جای کار، اگر همه کس ما فرزندان رو به راه نیک و وطن دوستی اگر تربیت نماییم و تلقین دهیم، البته نتیجه خود رو میدهد. همه فرزندان ما با مدنیت، با معرفت کلام میشوند. بله، اتفاق باشند، اهل باشند. تشکر میگویم. من برای این قدر صحبت صمیمی، صحبت جذاب فکر میکنیم که
آن نفرانی که ما رو میبینند شاید در حلقه عائله برای آبادی دیار، برای آبادی خاندان سهم میگذارند و باشد که تاجیکستان ما پیشرفته شکوفان باشد. مهمانانی که از گرد و اطراف دولت‌های خارجی می آیند و خوجندشهر باستانی ما و تاجیکستان با یک کیفیت چاق، با یک قلبی مالامال از آرزو روند و فکری بازگشت را نمایند. من سپاس میگویم و در فرجام صحبت میخواستم که از رامشگری ممتاز کمالیدین خدای میرگنوف باز یک نوای جانبخش همراه شنویم. سلامت باشید. جهانی سپاس. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت.